یه رو یه زیر. دوباره فاصله هاش یکیه دیگه. یه رو فاصله ها یکیه، باز یه زیر. تا اینجا رو داشته باشین یه درستونه، یعنی یه رو یه زیر یه رو یه زیر. درس بعدی وقتی من یه رو یه زیر رو که میزنم دوباره برمیگردم انتهای دوخت اول ابتدای دوخت جدیدم میشه. پس انتهای دوخت اول ابتدای دوخت جدیدم میشه. حالا میخوام ببینم من با این کوک ساده چه کارایی میتونم انجام بدم، چه دوختای دیگه‌ای رو میتونم داشته باشم با کمک گرفتن از دوخت ساده. کارو برمیگردونم عقب. دوخت بعدی دوخت پاپیونه. میایم 3 تا دونه از دوخت ساده رو روی پارچه میزنیم. من به خاطر اینکه الان شما فیلم میگیرین دارم بزرگ میزنم، منتها اندازه کوکا فاصله ها کاملا دل بخواهه، یعنی شما هر چقدر فاصله رو بیشتر کنین پاپیونتون بزرگتر میشه و حتی تعداد نخایی که در نظر میگیرین. ببینید ما 3 تایی که